سلام سلام سلام. ما برگشتیم با یک لایو دیگه. منتظر سپیدم و یک مهمون خیلی باحال دعوت کردیم. سلام 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 به همه دوستای عزیز. سلام. بذارین من سپیده رو سلام 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 سارینا جون. سلام سلام خانم سلام آخ جون من باز دوباره میبینمت. من کله ندارم. کله منو میبینی؟ آره همه جا. خدا رو شکر، خوشحال شدم همه جای منو ببینی. من پشت میز کنفرانس نشستم، خیلی جو کنفرانسی منو گرفته، اوه منتظرم آره مهمونمون بیاد خودکارت هم و آره دستت گرفتی و چه منو دو سه چالشی بار انداخت میکشمت. بیرون. هی اومدم تو هی چرا؟ انداخت بیرون. نمیدونم آره اینستای منه دیگه. نسیمم نسیمم اکسپتش دیدم اومد. کرده. آره اکسپتش کردم، نمیدونم چرا. سلام 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 گلاب عزیز، سلام ستاره عزیز. سلام 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 چطوری؟ چطوری خوبی؟ 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 مرسی مشتاق دیدار همچنین. همچنین. ببین به تنت چالش میخوام ای بکشمت. ای وای آره تلاس بذار آلاش ای میشه ها. وای ای وای من ببین توی لانچ هم پشت میز کنفرانس هم نشستم، یعنی میخوام این بالا شما دوتا رو آره آخ یک آخ چیز آی 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 آماده سپید من باشی. نمیدونم دیگه این چه برنامه ای چه چیزی برای ما چیده امروز خدا میدونه. یه دیپریت نه کن ترسی. آماده باش. آره خوبی نسی؟ فدای تو مرسی شما خوبین؟ مرسی مرسی که وقت مرسی که گذاشتی دعوتمون. اومدی. آره دقیقا مرسی که دعوتم کردین مرسی از خواهش جفتتون. میکنم. نسیم میخوای خودتو یه معرفی بکن برای کسایی که نمیشناسن تو پیج آره ما. حتما من نسیمم. اه، مهندسی کامپیوتر خوندم تو ایران 8 سال پیش با همسرم اومدیم امریکا. یه دونه دختر کوچولو 4 ساله 4 و نیم ساله دارم دیگه. چی بگم آها 1 سال پیش همین بیزینس رو شروع کردم تقریبا، یعنی سال گذشته این بیزینس رو شروع کردم، اینطوری بگم بهتره، هنوز 1 سال نشده. و اینکه دستیار دندون پزشک بودم اینجا توی امریکا. هدفم همین بود که وقتی این کار رو شروع کردم بتونم از سر کارمندیم بیام بیرون، که اومدم بیرون الان فول تایم روی این بیزنس هم فعالیت میکنم. خب عالی. سپیده تو چی تا میخوای برای کسایی که تو پیج نسیمن؟ باشه حتما. منم سپیدم از تکساس. اتفاقا منم ایران کامپیوتر خوندم ولی خب اینجا اومدم تغییر رشته دادم به حسابداری و آه فایننس و آه الان مشغول به کارم و پارت تایم هم دارم بیزینسم رو ران میکنم. 2 تا پسر دارم. عزیزم. عالی. منم طلا هستم. توی 15 ساله که تو کالیفرنیا زندگی میکنم. تغییر رشته ندادم، تغییر کار دادم، تغییر مسیر دادم. رشته اصلی مهندسیه ولی الان مدیر بانکم. از پارسال 1 سال نشده ولی از آخرای پارسال من شروع کردم این بیزنس رو. خیلی هم خوشحالم که شما دوتا آشنا شدم. اتفاقا بچه چیزی که میخوایم امروز یکم راجبش حرف بزنیم راجع به همین مسئله است که خیلی ما الان میبینیم که آدم‌هایی با بک‌گراندهای مختلف توی این بیزنس هستن و یه سریاشون فول تایم جاب دارن، یه سریاشون مثل نسیم ندارن، فول تایم دارن روی این بیزنس کار میکنن. ولی خب الان همه ما کارهای خودمون رو قبلا داشتیم. میخوام ازتون بپرسم که چرا به نظرتون آدم‌های پروفشنال درس خونده، آدمایی که خیلی هاشون کار خیلی خوب دارن و حقوقای خیلی خوب میگیرن، تصمیم میگیرن یک دفعه یه چیزی رو در کنار کارشون مثل این شروع کنن و به جایی برسه که مثل نسیم اونو بیخیال شن و کلا بچسبن به این کار. نسیم میخوای تو اول برو، مهمونی، احترامت واجبه. عزیزم قربونت. خب فقط سوال خیلی جالبیه. من تا حالا این سوال رو توی لایو کسی ازم نپرسیده بود. اون روز داشتم فکر می‌کردم که خب خوبه واقعا آدم راجع به این قضیه هم صحبت کنه، چون ما خیلی افراد تحصیل کرده داریم، خیلی کسایی داریم که ما خیلی وکیلا داریم، خیلی دکترا داریم، کسایی داریم که درآمدهای خیلی خیلی خوب دارن ولی بازم دارن میان توی این بیزینس رو کار میکنن.
من توی دور و برم ازم سوال زیاد میکنن از آشناها و دوستا، فکر میکنن که این بیزینس فقط مال کساییه که یا کار ندارن یا دوست دارن که فقط از خونه کار کنن. یعنی فکر میکنن این کار مخصوص همچین آدماییه، در صورتی که همچین چیزی نیست. حالا دلایلش چیه که من اینو دارم میگم؟ دلیلش اینه که ما فاکتورهای متفاوتی داریم. آدما همیشه برای اینکه جاب دوم یا درآمد دومی داشته باشن دلایل مختلفی دارن. ما یه سری از افراد داریم مثلا کلا دور زمونه الان و شرایط الان توی حتی کشورهای جهان اول به خاطر حالا دقیقاً مسائل اقتصادی که توی کل دنیا وجود داره اتفاق افتاده. تمام تورم توی همه جای دنیا آمده، یعنی همه جا گرون شده. حتی توی امریکاش هم این گرونی دیگه خیلی زیاد شده. من خیلی خیلی زیاد توی دور و برم هستن افراد خیلی زیادی هستن که تحصیلات خیلی بالایی دارن، کارهای خیلی 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 خوبی دارن، ولی همچنان اگه باشون صحبت کنی و پای حرفاشون بشینی همیشه از شرایط اقتصادی ناراحتن. یعنی اونجوری که دوست دارن با این همه که تحصیل کردن و این همه که درس خوندن و اینقدر کار خوب و سالیان سالم هست توی امریکا هستن، بازم اونقدر راحت زندگی نمیکنن. همش در نهایت بازم یه دو تا چارتای خاصی ته ذهنشون هستش، چون خانواده دارن، بچه دارن، اون چیزی که میخوان نیست، اینطوری بگم بهتره. بعد این آدما هم دنبال یه درآمد دوم هستن. معمولا این افرادی هستن که دوست ندارن برن یه جای دیگه کار بکنن، دوست ندارن که یعنی دوست ندارن که خب کارشون عالیه، خیلی معنی نمیده که تازه بخوان بیان از بعد از ظهر تا مثلا نصف شب هم بخوان برن یه جا پارت تایم کار بکنن. یه کار خیلی عالی دارن ولی در عین حال درآمده هنوز براشون یه چالشی هستش. این افراد اتفاقا خیلی هاشون هستن که میان توی این بیزینس، کسایی هستن که دوست دارن یه درآمد جانبی داشته باشن. چی بهتر از کار آنلاین که با 2-3 ساعت بتونن یه درآمد خوبی کسب بکنن. حالا افراد دوباره یه دسته دیگه از افرادم هستن، اونایی که یکی مثل خود من درآمدم عالی نبود ولی درآمدم بد نبود، یعنی جوری بود که من اوکی بودم باهاش. فقط منم میگفتم که مثلا یه ذره بیشتر داشته باشم بهتره، میتونم چه میدونم بیشتر اشغال کنم. مثلا یه چیزی نبود که بگم وای خیلی کمه یا دارم ریاضت میکشم یا نمیدونم بدبخت شدم بیچاره شدم. ولی خب چیزی که بود برای من این بود که من میخواستم مثلا یه کار آنلاین داشته باشم که بتونم مثلا بیشتر وقتم رو با باران باشم. یعنی حتی دلم نمیخواست کار دورکاری بکنم، دلم نمیخواست یه کار ریموت داشته باشم، چون انیوی بعد از 8 صبح پا میشدم سر کارم میبودم تا بعد از ظهر. من میخواستم یه کاری برای خودم باشه که بتونم تایمای باران بیشتر منیج بکنم. میگم مثلا اگه مدرسهشون چیز داشته باشه، برنامه‌ای داشته باشه، هر تایمی باشه من بتونم برم و مثلا اتند کنم، نخوام جز این مامانایی باشم که 90% مواقع نمیتونن برن مثلا توی مدرسه بخوان حضور پیدا کنن. خب ما خیلی دسته از آدمایی هم داریم که از ممکنه حتی کارشون رو منم بهتر باشه، درآمدشون هم بالاتر بوده باشه، ولی اونا هم یه همچین چالش هایی توی زندگی داشته بوده باشن که به خاطر اون همیشه دلشون میخواسته که یه کار آنلاین داشته باشن. یعنی حالا نمیخوام خیلی این مسئله رو کلا خیلی زیاد بخوام من بازش کنم، میخوام مطمئنم سپیدم خیلی حرفای خیلی جالب و خوبی باید داشته باشه، ولی موضوع اینه که فقط تا همینجا رو بگم که افراد یه سری دیگه از افرادی هم هستن که با اینکه درآمد خوب دارن ولی اولویت هاشون ممکنه متفاوت باشه. یعنی دوست داره مثل من اولویتش اینه که تو خونه باشه، اولویتش اینه که بتونه وقت بیشتری با بچهش داشته باشه و بخواد یه کار آنلاین رو انتخاب کنه، با اینکه کار خوبی داره، با اینکه ممکنه تحصیلات کرده باشه، با اینکه ممکنه حتی کارش هم دوست داشته باشه، ولی از اونجایی که اولویتش در مرور زمان تغییر پیدا کرده و حالا اولویت‌های جدیدی داره، دوست داره که بیاد و این کار آنلاین رو داشته باشه که بتونه برای خودش کار بکنه، در کنارش درآمد خوب داره، درآمدش پایین‌تر نمیاد، همچنان درآمد بالاتر داره، همچنان امید به زندگی داره، یعنی امید به این داره که کارش بهتر میشه، امید به این داره که حتی درآمدش ممکنه بیشتر از اون درآمدی بشه که اثر کارمندی داشته. به خاطر همین وقتی که میشینه فکر میکنه کل پکیج رو نگاه میکنه تصمیم به این میگیره که خب این بیزینس رو شروع بکنه. دقیقاً
مثلا امید به پیشرفت باعث میشه. متشکرم که کلمه‌شو برام پیدا کردی. هم دیگه فارسی ضعیف شده. بالاخره اونجا سپیده نشستی میز کنفرانس، این دیگه حرفا اصلا اصلا یه حسی ناخودآگاه هم میده، میاد. اصلا یه حسی داره این میدونم اصلا وید وید. میاد، اصلا خودش میاد ناخودآگاه. قشنگ دست خودم میاد. حسه رو بگو تو بگو. چشات دارم میبینم. آره دیدی اینجوری هم نشسته. آفرین آفرین، خوشم ای میاد. بابا. داره سوال جواب میکنه. حالا تو هم سوال اب نداره. سپیده تو چی؟ تو بگو. این نکته که نسیم گفت واقعا درسته، این آزادی داشتن، به خاطر اینکه ما کلا توی کارهای پروفشنالمونم هرچی این پوزیشنه بره بالا، درسته درآمد بالاتر میره ولی ریسپانسیبیلیتیمون هم خیلی بالاتر میره و این یه جورایی آزادی رو کمتر میکنه تو زندگی، یه جورایی پول بیشتر، آزادی کمتره. این دوتا با هم به نظر من متضادن. آزادیه یکیش به نظر من دلیله، یکی دیگهش اینه که پارسال همین سال 2023 دیجیتال مارکتینگ جزو 3 شغل پردرآمد دنیا شناخته شده و خب چرا آدم از این استفاده نکنه؟ چرا آزادی بیشتر نداشته باشه، در کنارش درآمد بالاتری هم داشته باشه؟ چون حتی ما خودمون داریم میبینیم کسایی که دکتر و مهندس و نمیدونم وکیل و اینا که درآمدهای خیلی بالایی دارن، از این بیزینس خیلی بیشتر دارن در میارن نسبت به کار خودشون، به خاطر اینکه پتانسیل درآمدی بالاه، چون که کار اینترنتی تمام دنیا رو زیر پوشش خودش قرار داده. و من خودم به شخصه قبل از اینکه وارد این بیزینس بشم یه آرتیکل خوندم که میگفت حسابداری جزو شغلاییه که از طریق چت جی پی تی تا چند سال دیگه است که چیز میشه، برکنار میشه. آره، و برای همین از همون موقع دنبال یه چیز جدید بودم و 100% میخواستم یه چیز آنلاین رو ترای کنم و به نظر من این بکاپ داشتن، آزادی بیشتر داشتنه و اینکه خب علم روز دنیاه و هر کدوم از ما احتیاج داریم این علمو بلد باشیم، مخصوصا ما که بچه داریم، به خاطر اینکه از بچه هامون عقب میافتیم. نسل جدید نسل فوق العاده اسمارتیه، فوق العاده. من کی 6 سالم بود 7 سالم بود لپتاپ داشتم، بچهای من 6 سال و نیم 8 سال و نیم آیپد دارن. می‌بینید؟ برای همین خب خیلی سریعتر اونا رشد میکنن، ما باید 100% در کنارشون رشد کنیم. اینم نظر منه. حالا بچه ها اگه در مورد این موضوع نمیخواین چیزی اضافه کنین، دوست دارم راجع به این موضوع هم صحبت کنیم که آدما چطوری اعتماد کنن و بتونن وارد بشن. اوکی. من سپیده، من یه چیزی یادم افتاد که خودم بهش اشاره نکردم، گفتم اینو بگم بعدن این بحث رو ببندیم. آره حتما. آره، یکی دیگه از دلایلی هم که من فکر میکنم بچه ها الان حتی افرادی که خیلی درآمدهای زیاد دارن و شغلای خوب دارن، تحصیلات خیلی بالا دارن، باز هم میان توی این بیزینس ما، اینه که از بعد از کووید همه 99.9% افراد جامعه متوجه این شدن که کاراشون ثبات نداره، متوجه این شدن که هر آن میتونن این کار رو از دست بدن. شاید یه سری معدودی از افرادی که حالا توی امریکا توی استیت کار میکردن میدونستن که اوکی حالا هست شغلشون، ولی ما این همه آدم داریم که دارن توی شرکت های خصوصی کار میکنه، این همه سلف ایمپلوید داریم، این همه افرادی هستن که حتی بیزینس های آفلاین دارن. حتی آدم هایی که بیزینس های آفلاین دارن، من فقط راجع به آدم های تحصیل کرده که توی شرکتی کارمندن هم صحبت نمی کنم، حتی افرادی که بیزینس های آفلاین خودشونو دارن، اونا هم فهمیدن که ممکنه بیزینسشون یهو شات داون شه واسه 3-4 ماه. و واقعا چه اتفاق عجیبی بود، چقدر ما افرادی رو داشتیم که ورشکست شدن و آسیب های خیلی جدی بیزینس های آفلاینی بودش که خوردن. ببینیم بچه سواله شما بخونیم به من بگین. خلاصه که من فکر میکنم که اینم یه بحث دیگه است که آدما فهمیدن که بهتر غیر از آفلاین کار کردن، کار آنلاین هم داشته باشن، درآمدزایی آنلاین هم داشته باشن که عاقلانه تر اینه که تو بتونی الان با شرایط الان هر جفتشون رو بتونی هندل کنی با هم دیگه. آره، سوال حالت توضیحه ولی من سعی میکنم که بگم.
ولی نسیم دقیقا این حرفی که زدی درسته، برای اینکه دیگه هیچ جابی، حالا من راجع به آمریکا میتونم سوال کنم، یعنی قشنگ احساس میکنی که وقتی میری سر کار فقط مثلا تو یه اسمی یا یه عددی خیلی راحت میتونن خطت بزنن و جایگزینت کنن، یعنی هیچ چیزی گارانتی نیست که فردا صبح واقعا همه چی سر جاش باشه. این یکی از مهمترین چیزای من بود. بعد جواب سوال شما رو هم حتما من الان میدم، ولی من یه چیزی راجع به چیزی که سپیده گفت میگم، بعد نسیم تو حرف من رو کامل کن. سپیده، اینی که گفتی راجع به اعتماد، به نظر من اعتماد رابطه مستقیم به مایندست آدمو داره. خب بعد مایندست هم یه چیزی نیست که یه شبه به وجود بیاد. مایندست به تحصیلاتت ربط داره، به فرهنگ خانوادت ربط داره، به اینکه کجا بزرگ شدی ربط داره، به خیلی از فاکتورها ربط داره که یه شبه به وجود نمیاد. برای همین بعضی موقع‌ها وقتی که من راجع به این بیزنس مثلا تجربه شخصی خودمه با یه ایرانی حرف میزنم، بلافاصله میگه نه بابا سرت کلاه گذاشتن اسکمه. ولی اگه با یه همکار آمریکایی یا اصلا با یه آمریکایی حرف بزنم، اولین چیزی که من میپرسه میگه چه جالب، روش درآمدزاییش چجوریه. و این نه تقصیر اینه نه تقصیر اون، این تقصیر مایندستیه که ماها داشتیم. و یکی از دلایلش هم به نظر من اینه که خب متاسفانه ما همه جایی بزرگ شدیم که خیلی محدودیت بوده، حالا چه از نظر سیاسی، چه از نظر تحریم ها، از نظر خیلی چیزا ما تو محدودیت بودیم و اصلا نمیشناختیم. و حالا و چون تو تمام این سالا نشناختیم و ندونستیم، الان این آپشن ها که برامون باز میشه سخت درکش که نه، یه چیزی به غیر از اون چیزی که ما یاد گرفتیم تو دنیا وجود داره که مردم دارن ازش پول در میارن. مجبور نیستی 8 صبح بری سر کار، 5 صبح بیای که 5 بعد از ظهر بیای که پول در بیاری. راههای دیگه هم وجود داره. ولی به نظر من مایندست با وجود اینی که یه شبه به وجود نیامده، ولی چیزی نیست که تو نتونی تغییرش بدی. به تغییر دادنیه. تو میتونی با مطالعه کردن، با تحقیق کردن، با کسب اطلاعات، با فیلم دیدن، تو جامعه بودن، راههای خیلی متفاوتی هست که تو میتونی مایندست تو تغییر بدی، ولی فقط لازمه که بخوای اون کار رو انجام بدی. بعد برمیگردی به این اعتمادی که تو گفتی. اعتماد ببین تو هر چیزی، نه حالا تو این بیزنس، کلا وقتی که به یک چیز ناشناخته‌ای باشه، به هیچ عنوان آدما نمیتونن اعتماد کنن. خب حالا چه میتونه بیزنس باشه، چه ریلیشنشیپ باشه، چه یه سیستمی باشه، چه مهد کودک بچه‌تون باشه، هر چیزی وقتی که شما اصلا شناختی نداری، تو چه شکلی میخوای اعتماد کنی؟ اعتماد یه رابطه مستقیم با شناخت داره. مثلا تو حتی میخوای بعد بارا رو بذاری مهد کودک، خب میری 2 تا ریویو میخونی، ببینی آدما راضی ان نیستن، چی ان، اطلاعات کسب میکنی و به مرور زمان به صورت تدریجی هر چقدر که اطلاعاتت بیشتر باشه اعتمادت بیشتر میشه. حالا در جواب این دوست عزیزمون که گفتم ما باید چی کار کنیم، اینه که اولین چیزی که ما از هر کسی میخوایم اینه که اگر که جالبه براتون، ایمیل آدرستون رو به ما بدین که ما وبینار رو براتون بفرستیم. یک وبینار رایگانه که ببینین اصلا دوست دارین یا نه. بعد مرحله دومش اینه که شما وقتی که وبینار رو دیدین وارد یک دوره آزمایشی میشین. بعد حرف اعتمادو که زدی سپیده، خب این دوره آزمایشی دقیقاً برای همینه که تو بتونی اعتماد کنی. دقیقاً $149 آمریکا میدی که بیای ببینی این سیستم چیه و بتونی اعتماد کنی. و به نظر من، حالا نسیم تو هم حرف من رو کامل کن، اگر کسی از اون مرحله ایمیل تا دوره آزمایشی نتونه ریسک پذیر باشه، نتونه ریسک کنه که از $149 بگذره، بچه من فکر نمی کنم اصلا این بیزنس چیز مناسبی برای این آدم باشه. بیزنس داشتن، نه این بیزنس، هر چیز دیگه ریسک پذیری میخواد که خب مسلما اون $149 استپ اولیشه. نسیم تو چی فکر میکنی؟ آره طلا به نظرم خیلی همه رو خیلی خوب و کامل گفتی. فقط من اگه بخوام اینو کاملش بکنم یا بخوام این چیزایی رو اضافه بکنم بهشونم، نظر شخصی منه اینه که میگیم که چرا افراد باید اطمینان بکنن. من همیشه میگم چرا نباید اطمینان بکنن. من میگم که اینجا کسی بهشون نگفته که شما چشاتون رو ببندین و بیاین توی یک بیزینس سرمایه گذاری بکنین. اصلا همچین چیزی نیست. دقیقا همون حرفی که طلا تو زدی اینه که مثل این که ما میخوایم بریم بچه‌مون یه جا ثبت نام بکنیم. خود من باران رو میخواستم ببرم ثبت نام بکنم، توی گوگل کلی گشتم. بعد از این که گشتم رفتم 2-3 تا از اینایی که به نظرم خوب میومد و نگاه کردم ببینم با کدومش بیشتر ارتباط برقرار میکنم. اونی که باهاش بیشتر ارتباط برقرار کردم، معلماشو نگاه کردم، به نظرم سابقهش خوب بود، این همه آدم رفتن همه راضی ان،
در نتیجه در همه این جزئیات و این اطلاعاتی که به دست آوردم و گذاشتم کنار هم و تونستم تصمیم بگیرم که مثلا باران رو توی کدوم مهد کودک ثبت نام بکنم. این دقیقا همینه. کسی اینجا نمیاد یه نفر رو به زور بگه که شما باید بیای توی این بیزینس. اصلا همچین چیزی نیست. این یک انتخابه. به خاطر همین ما داریم همیشه میگیم وبینار براشون فرستاده میشه و ورود به این دوره آزمایشیه. دقیقا طلا حرفت درسته. به نظر من هم اگه کسی حاضر نیست $149 امریکا رو پرداخت کنه و بیاد توی دوره آزمایشی که ما میگیم ریسک فریه و ما میگیم این $149 ریفاندبله و هممون میدونیم که توی این کشورها تو نمیتونی الکی ادعای ریفاندبل بکنی و بعد ریفاند نکنی، حاضر نیست همچین قدمی ورداره. به نظر من اصلا این آدم ها اصلا آدم های بیزینس نیستن. یعنی نمیتونم. اول باید با خودشون کار بکنن. اول باید به قول تو یه ذره ریسک پذیری. تازه توی این بیزینس یک ذره ریسک پذیریه. یه ذره است. اصلا نسبت به بیزینس های دیگه های ریسک نیستش بیزینسش. برای اینکه اولا شما وارد دوره آزمایشی میشی، همون قبل از اینکه شروع کنی که همه اطلاعات رو میگیری. هیچ. پس با چشم باز اصلا داری میای. بعد داری میای یه فرانچایز رو میگیری. یعنی داری روی مسیر قبلی حرکت میکنی. روی مسیری داری میری که الان سالیان سال رفته شده و این راه توسط افراد مختلف رفته به نتیجه رسیده و شما داری روی همون پلن قدم برمیداری. یعنی حتی قرار نیست پلنش رو خودت بریزی که احساس کنی ممکنه شکست بخوری یا احساس کنی من نمیدونم باید چی کار بکنم. خب تو حتی همین قسمتش رو بخوای مقایسه بکنی، زمین تا آسمون با بیزنس های آفلاین متفاوته که تو باید بری و خودت یه سری کارا رو بکنی، خودت تجربه کنی، خودت ضرر کنی. آره اونجا میتونی بگی وای من ریسک کردم یا اصلا نمیتونم همچین ریسکی بکنم، بیام مثلا $300,000 بذارم تازه بخوام برم اگه من نتونم انجام بدم چی. سرمایه گذاریش کوچیکه، دوره آزمایشی داره، اطلاعات رو به دست میاری، تصمیم گرفتی، خوشت اومد، شروع کردی، سرمایه گذاریش کمه، فرانچایز، روی پلن قبلی میری جلو، همه چی از قبل برات مشخصه، ترین ها، آموزش ها، همه در راستای موفقیت تو از قبل چیده شده، از قبل برنامه ریزی شده. یعنی واقعا اصلا درصد موفق نشدن در اینجا وجود نداره. به خاطر همین افراد اصلا از نظر من چیزی برای اعتماد نکردن وجود نداره مگه اینکه اون طرف خودش دوست نداره اعتماد بکنه. یعنی من اتفاقا من توی یکی از لایوهای دیگه من بود یکی از بچه‌ها ازم همین سوالو پرسیده بود که چرا افراد مثلا حالا اعتماد نمیکنن یا چرا باید اعتماد بکنن. من گفتم تو رو خدا فقط به من یک دلیل منطقی بیارین، یه دلیل که مثلا یکی برگرده بگه من به این دلیل نمیتونم اعتماد کنم و توی این دوره آزمایشی بیام. اون وقت من برمیگردم میگم اوکی، میام و تو لایف ها اعلام میکنم بچه ها این دلیل بوده و من یه دلیل پیدا کردم واسه اینکه مثلا افراد نمیتونن اطمینان بکنن. من واقعا هیچ دلیلی پیدا نمیکنم و به افرادم همیشه میگم نو ریسک، هیچ تعهدی براتون دوره آزمایشی ایجاد نمیکنه. شما اصلا مجبور نیستین توی بیزینس بیاین. دوره آزمایشی بیزینس نیست، دوره آزمایشیه. شما تازه میاین که انتخاب بکنین، شما میاین که اطلاعات بگیرین. دقیقاً برای شماهایی این دوره آزمایشی گذاشته شده که میخواین اطلاعات بگیرین و میگین من اطلاعات ندارم. پس این اطلاعات رو من کی باید به دست بیارم؟ این چه شرکتیه؟ کجاها هست؟ کو لوکیشنشه؟ دقیقاً همین سوال هایی که خیلی معقوله و همه باید بدونن قبل از اینکه یه بیزینسی شروع کنن. دقیقاً همه اینو تو همین دوره آزمایشیه. پس اصلا هیچ ریسکی نداره. میتونین اعتماد بکنین یا اعتماد نکنین. حالا میاین توی این دوره آزمایشی مشخص میشه که شما میخواین اطمینان بکنین با تمامی اطلاعات به دست آورده، میخواین بچه‌تون رو ثبت نام بکنین یا با تمامی این اطلاعاتی که به دست آوردین نمیخواین ثبت نام بکنین. دیگه این آپ تو یو، این واقعا یک انتخاب شخصی افراد هستش. و بعد من اینو بارها و بارها شنیدم و کسایی که وارد دوره آزمایشی شدن برگشتن گفتن سپید چقدر خوب بوده، چقدر ما با همه چیز قشنگ آشنا شدیم، همه سوالامون برطرف شد. حالا نسبت به همه اینا میتونستن راحت‌تر با چشم بازتر تصمیم بگیرن. اینکه همه چی آنونه، خب باید یه قدمی بردارید که این آنونا همش حل بشه دیگه، که اونم $149. دقیقاً همین چیزی که شما گفتین، $149 همه اینا رو برطرف میکنه. ولی مرسی. بچه این چیز جایی که شما وایسادین الان دارین راجبش حرف میزنین چون میدونین $149 ریفاندبله و بهتون ثابت شده ریفاندبله، خب انقدر قوی داریم راجبش حرف میزنیم. خب ولی وقتی یه کسی نمیدونه، من خودم شخصا نسیم فریز شد. نسیم میشنوی صدای منو؟
آره نسیم فریز شد. حالا احتمالا الان برمیگرده. فکر کنم نسیم خودش رو انداخت بیرون و دوباره خودش رو اوورد تو. چه بلایی سرش اومد نمیدونم. من هنوز فریزشو دارم، این که رفت آره من فریزش بیرون رو دارم. ندیدم. آخه دوباره ریکوست داد. الان درست میشه اوکی. احتمالا. نسیم چی شدی؟ آگهی بازرگانی رو پخش کن سپیده تا من اینترتین کنم. این کن مردم رو تا من کار درست کنم. نسیم من نمیدونم چی شدی. الان بخوای دیگه دیگه نسیم کامل ماکسی رفت بیرون، الان احتمالاً آره دوباره الان میاد. احتمالا دوباره میاد. آره وسط اوج سخنرانیم بودم آره رفتم. هورا اوج اومد. نشسته بودم. خدا رو شکر. این اینستاگرام جدیدن با من سر ناسازگاری داره. آره ببین آخ آها نگم اینو داشتم برات. میگفتم. شما که الان مثلا میگین که $149 ریفاندبل اینا، برای اینکه یه جایی وایسیدین که مطمئنین دیدین که ریفاندبله. خب ولی کسی که نمیدونه، باور کنین من به این یعنی با این نیت اومدم گفتم طلا بابا جهنم، یعنی اگه $149 هم رفت $149 فقط بیا برو ببین چه خبره. میدونی پول یه راجبه شب رستورانه دیگه، آیا دقیقا ارزش آره یعنی داره؟ به ریسک پذیری داریم حرف میزنیم. حالا اومدم میبینم که آره $149 ریفاندبل، ولی کسی که حتی حاضر نیست ریسک کنه از $149 بگذره، خب اون یکم مشکل ایجاد میکنه. بعد برای این دوستمون که سوال کرده، من نمیدونم فرست نیمشون چیه. هر سوالی که شما گفتین که از چه طریقی میتونین ایمیلتون رو بدین، از هر طریقی، از هر پیجی که الان دارین ما رو نگاه میکنین، من نسیم یا سپیده نمیدونم از کدوم پیج هستین، لطف کنین با ما تماس بگیرین، ایمیلتون رو به ما بدیم و وبینار رو براتون میفرستیم. بعدش اون وقت بقیه راه ها رو بهتون نشون میدیم. بچه چیز دیگه هم هست بخواین راجع به این اعتماد و اینا حرف بزنیم؟ آره بذار طلا جان، من فکر کنم همین ایشون یه چند تا سوال پرسیدم، ولی من چون من از اینستاگرام ندیدم. افتادم بیرون سوال بالایی الان ندارم. فکر کنم نوشته بود $149 برای چیه. بعد یه همچین چیزی بود. من الان سوالشون رو ندارم. بذار زدن که برم بالا. من الان واقعا نمیدونم آره درباره بالای چه این شکل بود، بیزینس بالای این بود. آنلاین هستش. اوکی، نوشتن که اصلا مبلغ از $149 ایرانم بابت هستن. چیه؟ خب او از ایران. آه. آقای ابوالفضل، ببین ببخشید ولی واقعا متاسفانه این بیزینس رو ما اصلا از ایران نمیتونیم انجام بدیم. یعنی اصلا الان اگه شما مگه اینکه خارج از ایران باشین و اجازه کار توی هر کشور خارج از ایران داشته باشین، اون وقت میتونین این بیزینس رو انجام بدین. ولی وقتی توی ایران باشین متاسفانه به اصلا نمیشه. دلیل و تحریم ها آره نمیشه. به دلیل تحریم ها، به خاطر چیزهای مالیات و مسائل بانکی، متاسفانه متاسفم. از ایران قابل انجام نیست. خب بچه ها چی دیگه میخواین اد کنین راجع به این موضوعمون؟ یا سوال دیگه دیدین که من ندیده باشم؟ نه یکی از بگو. بگو نسیم جون. سریا جون گفته که سلام، چه کاریه؟ فکر میکنم منظورش این بوده. سریا جان، کارش دیجیتال مارکتینگه. بعد چون ما تا الان داشتیم توضیح میدادیم، حالا این لایو رو سیو میکنیم، میتونین رو نگاه بکنی توی پیج همه ما هم لایو درباره اینکه دقیقا این چه بیزینسی هستش، میتونی اونا رو هم نگاه بکنی. در عین حال میتونی تو پیج هر کدوم از ماها به ما یه دایرکت بدی، یه مسیج بفرستی، ما بیشتر راهنمایی میکنیم، اطلاعات رایگان در اختیارت میذاریم عزیزم. عالی. بچه ها دیگه وقتشون رو نگیریم. عالی بودین به نظر من که پخش مرسی. شدیم. آره چیزی میخواین اد کنیم نه بچه ها؟ مرسی استفاده نسیم که بکنیم. دعوتمون رو قبول فردای کردی اومدی، خوشحال مرسی شدیم. عزیزم، مرسی از شما که ازم دعوت کردین. لایو خیلی خوبی بود. فقط برای یه جنبندی در نهایتش اینه که قدم اول بچه ها اینه که به هر کدوم از ماها که دوست دارین ایمیلتون رو بفرستین. ما میتونیم براتون وبینار رایگان ارسال کنیم، هیچ هزینه ای نداره، فقط یه وبینار رایگان هستش، بهتون اطلاعات کلی و راجع به این بیزینس میده. و اگه مشتاق بودید بیشتر بدونیم که با هم دیگه در تماسیم و اطلاعات بیشتری در اختیارتون میذاریم.
انشالله. خیلی ممنون از تمام عزیزانی که ما رو نگاه کردن، خیلی ممنون از توجهتون. امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. همچنین بچه‌ها بچه‌ها خداحافظ. روز خیلی خوبی داشته باشین. میبوسمتون. شما فعلا خداحافظ. 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 خداحافظ.